پوریا متولد چنده؟ با منی؟ کس دیگه توی استودیو 1371. پس یه مدرکی که وجود داره برای اینکه ایشون 1369 چیه؟ هیچ، اون مدرک فیک. مدرک 69 فیکه؟ بله، الان 1371 طبق شناسنامه‌اش. مگه شناسنامه شما قبول نداری؟ نه میگم آخه بعد 20 سال انگار یه شناسنامه دیگه گرفته. نه ایشون از روز اولی که اومد تو فوتبال شناسنامه شد 71. این برای داوری نیومد. شناسنامه شد قبلش چند بود؟ 69 بود. دقیقاً 11 خب 2 سال ثغره فره دیگه. پس برای داوری نداره. برای داوری نکرده. اصلا این سن واقعیش 71. ولی چیه؟ شما که میگی 69 مال نماد داوری. شما میگی 69. میگم آقا متولد چنده شما؟ 1371 طبق شناسنامه. خب باشه الان میگی 69. میگم تو میگی ثغره کرده، میگم 2 سال شناسنامه‌اش کوچیک کرده. خب the point is چرا کوچیک کرده؟ مشکل چیه؟ مشکل نداره بریم کوچیک کنیم آقا. من اصلا 15 نه یه لحظه وایسا. اگر خلاف کوچیک کرده شما که اینجوری بگید. آره کوچیک کردن مگه خلاف؟ نه درست کوچیک کرده. یعنی شناسنامه‌اش 71 طبق شناسنامه است. دنیا اومد رفتید شناسنامه بگیرید اشتباه 69 زدن به جای 71. آقای میثاقی دنبال چی میگن؟ نه آقا من میگم شما آقا شما 2 سال ثغره سن 50 نفر تو داوری کشور همین کارو کردن.